با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین‌پور هستم و از استودیوی تلویزیون کلمه در لندن با شما صحبت می کنم. درود و سلام میفرستم به شما در هر کجای دنیا که هستید و این برنامه رو الان یا بعداً می بینید. همین الان از همه شما خواهش می کنم که لینک این برنامه رو شیر بکنید با دیگر دوستان، فامیلان در هر کجای دنیا که هستند و به اونها سفارش بکنید که این برنامه رو ببینند. امروز تا به حال اطلاع دقیقی از سخنان مولوی عبدالحمید نداریم. ما میخواستیم که اگر به طور عادی سخنان ایشون پخش میشد و اینترنت وجود می داشت، سخنان ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. ولی به هر حال هر وقت که سخنان ایشون هم شروع شد و آماده شد، ما بخشایی از اون رو با شما در میان میگذاریم و درباره‌شون بحث خواهیم کرد. ولی الان راجع به شخصیت‌های تاریخ ساز جهان صحبت میکنیم. ببین، دنیا رو شخصیت‌ها ساختن. حضرت محمد از یه جای شروع کرد تنها با 2-3 نفر و الان 1.5 میلیارد نفر در جهان پیرو داره. برای اینکه هم شخصیتی رو که لازم باشه داشت، هم پیامی رو به عنوان پیامبر اسلام داشت و بنابراین کارهایی رو هم که انجام داد مطابقت داشت با این پیام و با این شخصیت و کارها رو در زمان خودش جلو برد و بعد از اون پیروان مطمئنی پیدا کرد که پیام او رو، پیام خدا رو به همه جا رساندند. بنابراین تاریخ به دست کسانی ساخته می شود که با همت، بزرگی، درستکاری و درستی شروع می کنند و صدای مردم می شوند. الان مولوی عبدالحمید در ایران چنین حالتی رو دارد. ایشون به عنوان یک شخصیت مذهبی در طول این سالها اول شروع کرد به اعتباری رو برای خودش درست کردن. بین مردم معتبر شد، بزرگ شد، مردم به ایشون اعتقاد پیدا کردند و در شرایطی که مناسب بود بسیاری از مردم بلوچستان، سنی ها در ایران به ایشون بیعت کردند و اکنون هم ایشون حرفهایی رو میزنه که هیچ آخوند دیگری در ایران جرأت نمیتونه بزنه. حتی روشنفکران جرأت ندارند این حرفها رو بزنند و ناگزیر ایشون الان تنها صدای مردم ایران هست که از وجدان مردم حرف میزنه و بنابراین تأثیر بسیار بسیار زیاد هم در بلوچستان داشته، هم در ایران، هم در منطقه و هم در جهان. امروز برای بررسی این مسئله 2 کارشناس رو دعوت کردم. آقای عباس فیض، استاد دانشگاه با سابقه 30 سال خدمت در عفو بین الملل به عنوان یک محقق حقوق بشر، و آقای ناصر بلیده‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان از سوئد، که ایشون هم سالهای سال هست که فعالیت میکنند برای اینکه این رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه. صحبت رو با آقای بلیده‌ای شروع میکنم. آقای بلیده‌ای، شما ظرف این 6 ماه 7-8 ماه که این انقلاب شروع شده و مولوی عبدالحمید هم در یک تحول عظیم در خود شروع کردند به طرح مسائلی که مسائل جهانی است، یعنی هم مسئله ایران رو میفهمند هم مسائل جهان رو، راجع به شخصیتشون و اینکه چگونه این همه تاثیرگذار شدند نظرتون رو بدید. تشکر میکنم. صداتون نمیاد آقای بلیده‌ای.
با عرض سلام به شما و تشکر از این که منو به برنامه خودتون دعوت کردین و همینطور با تشکر از دوستان کلمه که این امکانات رو فراهم کردن. رمضان را هم به همه کسایی که به اصطلاح رمضان رو یک شکل روزه هستن و یا عبادت بیشتر انجام میدن تبریک میگم و همینطور عید نوروز را به دوستانی که تا هنوز باشون صحبت نکردیم از طریق تلویزیون هم تبریک میگم. به هر حال در رابطه با مولوی عبدالحمید میدونیم که ایشان فراز و نشیبای خیلی بزرگی داشتن در رابطه با مثلا تو شما گفتین یک شکل اعتماد مردم رو جلب کردن و سعی کردن حتی با حاکمان بر اساس اون اعتقاداتی که دارن بر اساس مذهب حنفی سازش بکنن، بتونن به اصطلاح مسائل مردم رو حل بکنن. البته هدفشون از سازش کردن با دولت به این هدف نبوده که منفعتی برای خودشون داشته باشه، بلکه برای این بوده که بتونه برای مردمی که به یک شکلی از اونها نمایندگی میکنه و یا صحبت اونها رو انجام میده و یا تریبونی که گیرش اومده از اون استفاده بکنه و مسائل مردم رو حل بکنه. که متوجه شده متاسفانه در این نظام این امکان وجود نداره و خب با توجه به این که اونم با این به اصطلاح موقعیت رو داره که باید در بین مردم بمونه، کسی نیست که مثلا بخواد مردم رو ترک بکنه، سعی کرده که به هر شکلی سازش بکنه و بمونه و مردم هم اینو متوجه شدن که ایشون به هر حال خواستهای اونا رو مطرح میکنه و با خلوص نیت مطرح میکنه و امروز هم داره نشان میده وقتی که مردم به اصطلاح دیدن که در کنار مسجد که یک جای مقدسی هستش بعد از نماز جمعه مردمی که خواستهای عادی داشتن که مثلا به دختران جوان تجاوز نشه، مردمی که خواستهای عادی داشتن که براشون امنیت وجود داشته باشه، کار وجود داشته باشه و میتونن زندگی خوبی داشته باشن، میتونن به اصطلاح به عنوان بلوچ و به عنوان کسایی که شاید مذهبی غیر از مذهب حاکمیت دارن به مذهب اونها احترام گذاشته بشه، اینها رو به شکل خیلی وحشیانه‌ای کشت و بیش از 100 نفر کشته شدن، صدها نفر زخمی شدن، حالا شاید صدها نفر یا هزاران نفر در زندان هستن. با این وجود به اصطلاح مردم خب بازم مولوی عبدالحمید به یک شکل میخواست مسائل حل بشه که خواست به هر حال به توجه بشه به کسایی که کشتن و به مسئله دادرسی بشه، ولی متاسفانه دولت ایران همونطور قبلا نشان داد بود این کارو نکرد. به همین دلیل مردم زادان، مردم بلوچستان و خود شخص مولوی عبدالحمید تصمیم گرفتن این کارو انجام بدن و این خب مشخصا در شرایطی که همه میدونیم که در ایران همه تحت فشار هستن و خیلی سازش میکنن و خیلی زیرزمینی میرن. مولوی عبدالحمید ایستاده استوار و در مسجد مکی صحبتاشو انجام میده و مردمی از اون حمایت میکنن و خواستهای عمومی مردم مطرح میکنه. امروز دیگر مولوی عبدالحمید به عنوان تنها یک بلوچ صحبت نمیکنه، تنها به عنوان یک نماینده از اهل سنت صحبت نمیکنه، بلکه خواستهای عمومی مردم ایران رو به شکل مانیفست در روزهای جمعه متفاوت مطرح میکنه. همونطوری گفتین خب اینا رو هم رژیم نمیذاره، چون حرفای مولوی عبدالحمید با خواستهایی که رژیم میگه فرق میکنه. مولوی عبدالحمید در واقع میتوان گفت با توجه به سخنانی که تا هنوز در همین 6 ماه که در این طول این جنبش بوده گفته، میشه اونو مقایسه کرد با شخصیتی مثل مارتین لوتر کینگ که مثلا یک سری رفرم‌های اساسی داره در مذهب اسلام و در وضعیت کلی تفکرات اسلامی، بخصوص در زمانی که اسلام به عنوان یک مذهب سیاسی همونطور که کاتولیسیسم مثلا مذهب مسیحیت رو سیاسی کرده بود و برای حاکمیت و برای حکومت استفاده میکرد، ایشون اومده این فرق رو داره در اسلام هم داره به وجود میاره. یعنی وقتی که ما می‌بینیم طالبان مثلا از اسلام به اون شکل سیاسی استفاده میکنن و همینطور جمهوری اسلامی ایران از قبل داره این کار رو انجام میده، داره یک سری حرفایی رو میزنه که هم از اسلام یک چهره مناسبی رو بده و چیزی که مردم ایران هم میخوان، چون به هر حال مردم ایران و مردم بلوچستان همه به هر حال اسلام یک مذهبی هستش که صدها سال، بیش از 1000 سال در این جامعه ریشه داره. مردم میخوان مذهبشون هم به یه شکل همونطور که قبلا بوده نگه داشته بشه و با اون بتونن زندگی بکنن، ولی رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی ایران نگذاشتن مردم با مذهبشون هم زندگی بکنن. بله. اینه که این شرایطی رو به وجود آورده که مولوی عبدالحمید توانسته هم خواستهای اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و همین که مسائل فرهنگی مردم رو مطرح بکنه و تونسته به اصطلاح مرد زمان باشه. و فرق مولوی عبدالحمید با بقیه رهبران اینه که به مردم گوش میکنه و به مشاوران خوبش گوش میکنه و به همین دلیل هم در بین مردم تا هنوز توانسته اون پایگاه اجتماعی خودش رو حفظ بکنه. آقای بولیده‌ای، صحبت‌های مولوی عبدالحمید تقریبا تمام منطقه رو به لرزه در آورده و هیچ کشوری نیست که الان این سوال از خودش نکنه که تکلیف ما با یک عالم مذهبی که مترقی هست، درست هم میگه و تشخیص درستی هم از مسائل داره، تشخیص درستی از اسلام داره
اینها موندند که با رژیم هایی که دارند و رژیم هایی هست که خودشون تولید کردند مناسب منافع خودشون، درست مثل جمهوری اسلامی که این رژیم رو درست کرده، از درون اسلام تشیع رو در آورد، از درون تشیع این رژیم رو در آورد برای منافع خود روحانیت. الان بقیه کشورهای اطراف هم دچار این سوال شده اند که واقعاً تعبیر و تفسیر رو که مولوی عبدالحمید از اسلام میکنه، آیا این تعبیر و تفسیر درستی است یا اینکه ما درست میگیم؟ طبعا آقای خامنه ای این رو نپذیرفت و گفت که سعی بکنید که مولوی عبدالحمید رو بی آبرو بکنید، ولی عجیبه که هر قدر اون بیشتر این حرفا رو زد و رژیم بیشتر تلاش کرد که مولوی رو بی آبرو بکنه، مولوی در سر تا سر ایران و جهان آبرومندتر شد و محترمتر شد. ببینید مسلما خوب در ایران داره یه انقلابی اتفاق میفته که بر اساس زن، زندگی، آزادی هستش و خواسته هایی رو که داره. در واقع اگر به مفهوم این کلمه رو نگاه بکنیم، کلمه آزادی، برابری برای زن با توجه به رژیم بسیار مذهبی بوده که زنان رو نصف انسان مرد حساب می‌کرده و شکل‌های دیگری اونا رو تبعیض می‌کرده، و زندگی و آزادی، اینا کلماتی هستند که در خاورمیانه متاسفانه یک شکلی دچار مشکل شدن. همه دولت‌ها تقریبا همونطوری که شما گفتین، بیشتر دولت‌های منطقه، حالا به هر حال یک سری تفاوت‌هایی هست، مثلا در کشورهای منطقه حداقل مردم وضعیت اقتصادی بهتری دارن نسبت به ایران، میتونن یک زندگی نسبت مناسب رفاه اجتماعی رو داشته باشن. شاید اون آزادی سیاسی رو ندارن ولی تا اندازه آزادی‌های اجتماعی رو دارن. ولی در ایران متاسفانه همه اینها از بین رفته است و این هستش که خب مسلما یک تفسیر و تعریف جدید از اسلام، به نظر من این یه چیزی هستش، یه پروسه‌ای هستش که در منطقه شروع شده. همونطوری که ببینیم که مثلا خود جمهوری اسلامی ایران با اون تفسیری که داد بر اساس ولایت فقیه و حاکمیت مذهبی و حاکمیت مذهبی تنگ‌نظرانه، همونطوری که مولوی عبدالحمید همیشه در صحبتاش اشاره میکنن، یه شرایطی رو به وجود آورد که مردم رو از مذهب و مذهب رو از مردم جدا کرد و به جای اون سیاست رو در مذهب آورد و مذهب رو در سیاست برد. به یک شکلی کسراتش رو میبینیم که هم ایران رو دچار بدبختی کرده و هم منطقه رو بی‌ثبات کرده. بذار سران کشورهای منطقه هم متوجه شدن که به شکلی استفاده از اسلام سیاسی، آنطوری که آقای خامنه ای میگفت یا داعش بعداً اونو کپی کرد، در واقع خیلی میگن که مثلا ایران مثلا سپاه مثل داعش، برعکسه. در واقع باید گفت که داعش مثل سپاه پاسدارانه. در واقع بنیاد همه این افراطیگری و بنیاد همه این به اصطلاح مشکلاتی که در جامعه شروع شده جمهوری اسلامی. بعضیا میگن که مثلا ایران رو میخوان مثل طالبان در ایران حکومت کنن. نه، در واقع طالبان هستن که میخوان مثل ولایت فقیه در افغانستان حکومت بکنن. بنیاد همه بدبختی‌های این منطقه از این ایران هستش و در اون موقع خب مسلما در یک جایی مثل بلوچستان که یه جامعه اگلیتریانی بوده، یه جامعه با آزاد، سرشت آزاد بوده و مولوی عبدالحمید خب مسلما از اون بخشی از جامعه بلوچستان هستش، نسلی هستش که از کودکی در جامعه بلوچ متولد شده و بزرگ شده و اون آزاد سرشتی رو داره و اونو در اسلام هم پیدا کرده. در واقع اینو از قبل هم ما داشتیم. مثلا خود آقای مولوی عبدالعزیز خب یک شخصیت خیلی با مدارایی بود، با مذاهب مختلف، از سیک تا بهائیت، از شیعه تا سنی، با همه به شکل مدارا رفتار می‌کرد. و همینطور مثلا قبل از اون هم حاکمیتی که مثلا در مکران بلوچستان بود، سید خان، مثلا اشعاری است در اون زمان، از اون زمان که میگن که مثلا در به اصطلاح در حاکمیت اون از گور تا شیعه و تا به اصطلاح همه اقشار اجتماعی با همدیگه در صفا و بدون هیچ مشکلی زندگی می‌کردن. این جامعه بلوچستان از قبل یک جامعه سکولاری بوده و این دوتا ترکیب با همدیگه توانسته که مولوی عبدالحمید این موضوعات رو مطرح بکنه و چیزهایی هستن که به موقع هستن. یعنی خیلی مهم است که یک شخصیتی به موقع باشه و یک شانسی هم داشته باشه و یک تعقلی هم داشته باشه. خوشبختانه ما این هم شانس رو در مولوی عبدالحمید از لحاظ تاریخی پیدا کرده و همین تعقل رو پیدا کرده که می‌بینه در منطقه هم اون اسلام سیاسی که خمینی آورد و بعضا هم برخی از گروه‌های افراطی سنی از اون کپی کردن مثل داعش و طالبان، این داره زیر سوال میره، نمیتونه مسائل مردم حل بکنه و همزمان هم میبینید که جامعه ایران یک جلو رفته و اونم سعی میکنه که جامعه بلوچستان رو به یک شکلی محافظه کارتر از جامعه بقیه جامعه ایران در این سالها
از لحاظ اجتماعی بود اون هم جلو بیاره. ما در واقع میتونیم بگیم که مولوی عبدالحمید تاثیرات بسزایی در جامعه بلوچستان داره. همونطور که دوستمون گفتن میشه ایشون رو با دزمن توتو و همونطور که گفتن با آقای مثلا مارتین لوتر کینگ با توجه به چون همزمان داره با یک حکومت آپارتایدی هم مبارزه میکنه و همزمان داره هم یک سری حرفایی میزنه که کسایی بتونن اینا رو به شکل رفرم به اصطلاح اون اسلامی که به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی مطرح میکنه از شکل معنویش مطرح بکنن. چون ما میدونیم که مولوی عبدالحمید در حرفاش کاملا که مخالف به اصطلاح حکومت مذهبی، یعنی اون یک جامعه سکولار میخواد، ولی در ضمن اسلامی که مولوی عبدالحمید میخواد در رابطش صحبت بکنه که اسلام شخصیه، اون هم میخواد یک اسلام آزادی باشه برای انسانیت باشه. همونطور که شما گفتین امروز به اصطلاح اون میگه که حرف ما بر اساس حقوق بشره. یعنی چی؟ یعنی این که بر اساس حقوق بشره، حقوق بشر خب خواستهای برابری انسانیت و چه کودک باشه، چه زن باشه، چه مرد باشه، هر نژادی باشه و هر از مذهبی باشه برابر میدونه و این باعث افتخاره به نظر من. ما بتونیم اینا رو به اصطلاح فرمول بندی بکنیم بقیه که تا بتونیم اون بخش به اصطلاح مذهب رو به عنوان یک مذهب مدارا رو در جامعه خودمون ترتیب بدیم و همونطور حکومت برابری انسانی رو و بر اساس یک سکولاریسم و دموکراسی و جامعه مناسب انسانی جلو ببریم. آقای بولیده‌ای، واقعا ایران یک کشور خیلی عجیبی است و روحانیت توانسته است این نهاد خودشو به صورتی در دل مردم بکاره که این مردم متوجه نیستند، غالبا حتی روشنفکرانشون هم متوجه نیستند که تا چه اندازه متعصب شدند، تا چه اندازه دچار بحران اخلاقی شدند و نمیدانند و تا چه اندازه مخالف هرچی که مثل اونها نیست شدند. یعنی یک نفرت عجیبی این روحانیت نسبت به مسلمانان سنی ایجاد کرده، نسبت به بهائیان ایجاد کرده، نسبت به مسیحیت زردشتیگری ایجاد کرده، نسبت به کلیمیان. و عجیب هست که من کمتر روشنفکر ایرانی رو، حتی سکولار که در خارج از ایران هستند، دیدم که عملاً قیام بکنه علیه این تعصب شدیدی که روحانیت در میان مردم و خودش ایجاد کرده. الان در انگلستان شهردار لندن یک پاکستانی الاصل هست، یک نخست وزیر یک هندی الاصل هست و همین چند روز پیش هم رهبر اسکاتلند یک مسلمان پاکستانی الاصل شد. یعنی دنیای دموکراسی است، ولی بسیاری از این روشنفکران و رسانه های ایرانی همچنان در تعصب بسیار بسیار وحشتناکی راجع به دیگران سکوت میکنند و همش سعی میکنند که خودشون رو بیارند، ولی در ضمن جرأت اینو هم ندارند که حرفای مولوی عبدالحمید بزنند، جرأت اینو ندارند که با صراحت از بهائیان، سنی ها، زردشتی ها و دیگران انتقاد بکنند و باز هم شهامت این رو ندارند که بگند عامل بدبختی ایران و ایرانی روحانیت و تشیع هست. به جمهوری اسلامی اشاره میکنند ولی خاصاً به روحانیت و تشیع اشاره نمی کنند و همچنان خمینی و دیگران آیت الله العظمی هستند و پیش رو مقدسند. این واقعاً برای بسیاری ها و برای خود این روشنفکران هم قابل فهم نیست، ولی مولوی عبدالحمید داره حرفایی رو میزنه به قول آقای فیض بسیار ساده، بسیار مؤثر و بسیار تاثیرگذار و بسیار تغییر دهنده. جامعه ایرانی رو مولوی عبدالحمید تغییر داده، داره تغییر میده و حتی کسانی که سجیداً مخالفش هستن میبینند که حرفاش درسته، بر حق و راهساز و راهکاری است که میتونه ایران رو بسازه. نظرت چی هست راجع به این تعصب شدید بسیاری از روحانیت و حتی روشنفکران در مذهب خودشون و نهادی نکردن تبعیض؟
ببینید این مسئله همونطوری که اشاره کردین شما و در سخنان مولوی هم بوده و بقیه هممون در رابطه با این همیشه صحبت می‌کردیم، در بخش روشنفکری ایران خب یک تنگ نظری خیلی زیادی هستش در بخش کسایی که حالات به اصطلاح تحصیلات اکادمیک عرفی دارن یا اونایی که مذهبی دارن. متاسفانه تنگ نظری یک بخشی شده. ما از مارتین لوتر کینگ صحبت کردیم که به اصطلاح اون با توجه به اون به اصطلاح رفرمایی که در مسیحیت انجام داد، بعد مثلا ماکس وبر اومد اون کتاب پروتستان و اسپریت اف کپیتالیسم رو نوشت که چجوری به اصطلاح اروپا بعد از اون یک تغییراتی درش اومد، چون پروتستانیسم به اصطلاح بخش‌های دیگری به جز از مذهب هم داشت. اون بود که مثلا وقت شناسی بود و اینی بود که مثلا کاری که میخوای انجام بدی کارو به شکل درستی انجام بدی. همه اینا در فرهنگ بلوچی هم هستش که مثلا میگن تو بلوچی مثلا بلوچ به اصطلاح سری بروته ولی قولی مروته، یعنی اینی که بلوچ حاضر سرشو بده ولی قولش رو زیر پا نگذاره، یا مثلا کار پکاکاری عیب نزوری، یعنی بلوچ معتقده که کارو باید به شکل درستی انجام داد و همین کاری که در زاهدان هم اتفاق میفته به همین دلیل هستش. یکی از دلایلی که اروپا هم پیشرفت کرد توانستن بعداً روشنفکرای اروپایی با توجه به همه به اصطلاح تضادایی که بین روم و ژرمنی، ولی خب روم بعداً مثلا یه رابطه بهتری با یونان داشتن و از فرهنگ یونانی هم یک سری تاثیراتی رو گرفتن، ولی یک به اصطلاح مدیریت و ادمنستریشن امپراتوری که روم داشت و با توجه به اینکه آلمان همیشه در مقابل روم بودن آلمانیا، ولی شاید به شکل کشور مشخص آلمان نبود ولی به شکل مشخصی همیشه به روم حمله می‌کردن و روم همیشه نتونست مثلا آلمان رو به یک شکلی تحت اشغال خودش بیاره مثل بقیه جاهای دنیا که رفتن در کنار مدیترانه. ولی در آلمان یک فرهنگ خیلی بین طوایف آلمان، چون آلمان یک کشور تقریبا دیسنترالایزی بوده و طوایف مختلفی داشته و مشخصا هم، ولی اینا مثلا مردم بلوچ و یا مردم مثلا پشتون در اون منطقه شاید در بین مردم دیگر مثلا کرد هم اینجوری بوده، ولی خب ما توجه به این که اینجا همسایه بودیم اینا رو دیدیم، جرگه‌های خودشونو دارن. یعنی یه فرهنگ مسامع و یه فرهنگ تصمیم گیری مشترک بین طوایف وجود داشته که مثلا خب نمونه خیلی مشخصش در تاریخ بلوچستان اون به اصطلاح حاکمیت رند و لاشار هستش، به شکل کنفدراسی هستش و خودش هم نقشای هم اینجا دارم از اون زمان که بلوچستان به عنوان یک کشور به اصطلاح یک کنفدراسی بوده که اصلا نوشته بلوچ کنفدراسی، یعنی بر اساس این که مثلا یک سری فرهنگای بعد مثلا حاکمیت ذکری در بلوچستان بوده هم به همین شکل بوده. بعد اروپایی اومدن از اون توانمندی به اصطلاح ادمنستریشن به اصطلاح روم و همینطور از دموکراسی که در یونان بود و همینطور از جرگه طوایف‌های آلمانی که مثلا اون جرگه داشتن، از این ترکیب مناسبی رو درست کردن و با توجه به اون رفرمایی که در مذهب مسیحیت آقای به اصطلاح مارتین لوتر کینگ به وجود آوردن، تونستن یک جامعه کپیتالیست و بعدش همین جامعه کپیتالیستشون رو به دموکراتیک تبدیل بکنن در یک پروسه. خب تاریخ طولانی هستش که نمیشه صحبت کرد، ولی ما در ایران یک تنگ نظریه‌ای داریم که طرف مثلا فکر میکنه که همه مسائل باید از طریق مرکز حل بشه، از طریق مثلا دانش پیش اوناست، هنر نزد ایرانیان هست و بس، ولی اون وقتی که میگن نزد ایرانیان هست بس این به خودشون اشاره دارن، نه به همه ایرانیان. بقیه ایرانیان مثلا فرهنگ بقیه رو به یک شکلی خیلی کوچک و تغییر میبینن، اون مثلا فرهنگ ترک باشه، عرب باشه، بلوچ باشه. ما حالا مثلا خودمون هم همین از لحاظ تاریخی هم ما این شانس رو داریم در اون منطقه. خود مثلا اسلام در مثلا زمانی که بعد از پیغمبر حداقل به اساس یک سری انتخاب بود به اصطلاح رهبران مذهبی اسلام و همینطور دیدیم مثلا چجوری همینطور شما خودتون اشاره کردین چگونه مثلا تمدن اسلامی زمینایی رو فراهم کرد که نه تنها خود جامعه اسلامی جلو بره بلکه دنیا جلو بره، از لحاظ فلسفه، از لحاظ ریاضی و در بخش حتی زبان شناسی که مثلا در کشورهای در جامعه اسلامی بود، در واقع اروپا اونو در واقع 50-60 سال قبل رسید، اینقدر پیشرفته تر بود. خب متاسفانه بعداً یک مشکلی به وجود اومد که نتونستن اینو انجام بدن. یعنی وقتی که شما بتونین اون به اصطلاح بخشای خیلی مناسب از مذهب و همونطوری که آقای مارتین لوتر کینگ کرد و همینطور به اصطلاح فرهنگ طایفه‌ای و قبیله‌ای رو که یک سری مزیتایی داره که حتما مردم اینو برای خودشون داشتن در زمان خودش، و همینطور اون مدیریت به اصطلاح امپریالیستی یا مدیریت به اصطلاح امپراتوری که روم داشت، اینا رو با همدیگه ترکیب درست کردن که امروز اروپا هستش که می‌بینیم سردست همه دنیا هستش، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ به اصطلاح فلسفی، از لحاظ مسائل دیگه. و خیلی هم مهمه که کانت هم بیاریم اینجا که یک به اصطلاح فیلسوف مذهبی نبود، اونم مسئله اخلاق رو مطرح کرد در سیاست و یا در هر چیزی.
مثلا اون خیلی مهم هستش که ما هم در جامعه خودمون بتونیم این مسائل رو از ترکیبای مناسبی که در جامعه ما هستش و در تاریخ ما هستش و مردم ما اونو به اصطلاح میتونن راحت تر درک بکنن، اونا رو استفاده بکنیم. و امروز خب با توجه به شرایطی که در ایران اومده، به اصطلاح حاکمیت مذهبی که در ایران به وجود اومده، همونطور که حاکمیت کاتولیسیسم در اروپا بود، بتونیم به اصطلاح از همه اون به اصطلاح ترکیب مناسبی که در مذهب ما هستش و همینطور در تاریخ ما هستش و در زندگی اجتماعی مردم بوده، اینو بتونیم استفاده بکنیم و ما هم بتونیم به اصطلاح با یادگیری از بقیه. خب مسلما اروپایی این کارو کردن، کسی دیدی یکی کارو رو انجام میده بعداً راحت‌تر باید بتونه انجام بده، ما بتونیم به اصطلاح این کارو راحت‌تر انجام بدیم. ولی این مستلزم این هستش که آدم از تنگ نظری بیرون بیاد، صرفاً به اصطلاح یک شعارهای ضد عربی و ضد اسلامی فقط برای خودش درست نکنه و یا شعارهای ضد ایرانی و ضد نمیدونم فارسی برای خودش درست نکنه و یا نیاد مثلا به یک شکلی تغییرآمیز نسبت به ملت بلوچ یا کرد یا مثلا ترکمن یا ترک یا عرب فکر نکنه. اون موقع هستش که ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم و به نظر من با توجه به این انقلاب زن، زندگی آزادی، ما این فرصت رو پیدا کردیم، چون مردم ایران یک هویت مشترک به اصطلاح ضد استبدادی به وجود اومده. مردم در داخل کشور دارن خیلی خوب کار میکنن در تظاهرات ها، در کارهای مختلفی که تا هنوز انجام شده. امیدواریم این در نیروهای سیاسی روشنفکران تاثیر کرده هم به وجود بیاد تا بتونیم به اصطلاح به یک شکل یک راهنمایی از این به بعد دیگه به یک جای برسیم که بتونیم منطقه خودمون رو، نه تنها ایران و بلوچستان رو، بلکه منطقه رو بتونیم تاثیر مناسبی بذاریم. آقای بولیدی، در لطفاً 1-2 دقیقه شما صحبت‌های خودتون رو جمع‌بندی بکنید و اینکه چگونه مولوی عبدالحمید و بلوچستان می‌توانند کل ایران رو تغییر بدن. با تشکر. مثلا اساسی همینه که خب این تغییر به نظر من داره در جامعه ایران، در زیر پوست جامعه ایران به اشکال متفاوتی داره انجام میگیره و مسلما همونطوری که در صحبت‌ها قبلا هم گفته شد، مردم بلوچستان در این مسئله یه نقش اساسی و مرکزی به شکلی پیدا کردن در کنار بقیه جاهای ایران. و شخص مولوی عبدالحمید با توجه به این که خودش به اصطلاح همونطوری گفتم به اصطلاح کسی که یک شانسی داشته باشه از تاریخی، شاید به اصطلاح میگن فرد مناسبی باشه و همینطور به اصطلاح اون تحول رو داشته باشه، تحول سیاسی رو، تحول اجتماعی، تحول فرهنگی رو داشته باشه که زمان رو بشناسه و بدونه که به اصطلاح چگونه میتونه برای بهتری جامعه کار بکنه. چون اساسا تفکری که مولوی عبدالحمید تا هنوز مشخص شده داره این نیستش که مثلا فقط بخواد یک مشکلات مردم رو مثلا به یک شکل فقط منطقه‌ای حل بکنه، بلکه میخواد مشکلات مردم به شکل کشوری حل بشن و همینطور به شکل منطقه‌ای، چون در صحبتاش هم به سیاست داخلی میپردازه و هم به سیاست خارجی. می‌بینیم سیاست داخلیه که سیاست خارجی رو تعیین میکنه و جمهوری اسلامی ایران وقتی که سیاست امپریالیستی در داخل ایران جلو میبره، میخواد همه مذاهب رو تغییر بده، میخواد مثلا همه مسائل رو به یک قشری فقط برای اونا تحویل بده، همین سیاست رو در منطقه داره جلو میبره به جای اینکه مثلا شاملگرا باشه. و مولوی عبدالحمید با این عمل خودش به نظر من میتونه هم تغییرات به اصطلاح در رهبری تغییرات قرار بگیره. تشکر میکنم. مثلا که به نظر من میتونه شخص مشخصی باشه برای آینده ایران، برای یک حکومت موقت به شکل به اصطلاح یا مشاور یا به شکل کسی که میتونه در اون تاثیر بذاره. اون شخصا هم کسی شاید نباشه بیاد تو حکومت. تشکر میکنم آقای بولیدی. به شکل معنوی تاثیر بگذاره. خیلی ممنون.